گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا. اما از امروز 16 اسفند میتونید پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران رو از موج متوسط 1296 کیلوهرتز از ساعت 9 شب تا 3 بامداد دنبال کنید. از موج متوسط 1395 کیلوهرتز هم از ساعت 18:30 تا 23 میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید. برنامه‌های رادیو فردا همچنین در موج‌های کوتاه هم در 24 ساعت شبانه روز قابل شنیدن و در دسترس هستند. همچنین برنامه‌های ما رو میتونید به طور زنده از کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید. اما همراهان رادیو فردا، اگر درباره وضعیت جنگی و شرایطی که ایران در اون قرار گرفته نظری یا دیدگاهی یا پیشنهادی دارید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از این وضعیت درباره ایران یا عزیزانتون یا بستگانتون در داخل ایران با رادیو فردا در میون بذارید و ما تلاش میکنیم که این پیام‌ها رو در بخش‌های مختلف خبری با شما به اشتراک بذاریم. در اینجا از شما دعوت میکنم به 3 پیامی که از شنوندگان رادیو فردا به دستمون رسیده با هم گوش کنید. من به صورت سنتی همیشه با جنگ مخالف بودم. از زمانی که یادم میاد، مشهورترین جنگی که من یادم میاد جنگ افغانستان هست و بعد عراق. از همون موقع من همیشه مخالف جنگ بودم و به نظرم هر آجری که ریخته میشد هزینه باید ازش پرداخت بشه که اون آجر دوباره بیاد سر جاش. و جنگ بیشتر از هر چیزی ویرانی میاره و جون انسان هاست که توش به بازی گرفته میشه. ولی در روزهای اول این جنگ خب همین حس غالب من بود. ولی کم کم به این نتیجه رسیدم که ذهن ما ساخته شده از اتفاقاتی که تا حالا دیدیم و شناختیم و بر اساس اون تصمیم گیری میکنه و شرایط رو میسنجه. ولی این جنگی که الان ما درگیرش هستیم به نظر من متفاوته با تمام چیزهایی که ما از جنگ در خاطرمون داریم. شباهت هایی داره ولی تفاوت های اصلی به نظر من داره. به نظر من و من به اون قسمت دارم اشاره نمی کنم که این برای براندازی حکومتی داره به وجود میاد یا اون مسئله که الان خیلی در جامعه مطرحه. به نظر من فاندامنتال جنگ اینجا فرق میکنه با جنگ‌های سنتی که من لااقل در ذهنم هست. جنگ برای من تفنگه، برای من کشته شدن مردم به دست همدیگه روبروی همدیگه است و این جنگ به نظر من از اون نظر خیلی متفاوته. شاید به خاطر اینه که هنوز زمینی نشده، شاید توی آدم ها با هم دارن توی زمین نمی جنگن، توی کشور دارن سربازی وارد نشده. برای همین فقط نظرم یه خود متفاوت شده که